اجداد تاجیکستان از قدیم الایام در سرزمین آذری تاجیکستان زندگی نموده، خلقی قدیمترین آسیای مرکزی می باشند. در حدود تاجیکستان امروزه قدیمترین آثار حیات انسان به دوره پلیولیت میانه راست می آید. در زمانهای قدیم نیاگان تاجیکستان را آریایی می گفتند. آریایی از کلمه اوستایی آریا و ایرانی آریا برآمده، معنایش تازه اصیل زاده است. در زمانهای قدیم اجداد تاجیکستان را آریایی می گفتند. تاریخ قدیمترین آریایی ها در کتاب اوستا و ویدها، ادبیات زردشتی و سرچشمه های عصری میانگی از قبیل تاریخ تبری، شاهنامه فردوسی، فارسنامه بلخی و غیره ثبت گردیده است. در قدیم اجداد آریایی ها جمعیت یگانه اتنیکی را تشکیل می کردند، یعنی از یک خلق بودند، با یک زبان گپ می زدند و در یک کشور زندگی می کردند. تقریبا در عصر 10-15 پیش از میلاد آنها به دو شاخه تقسیم شدند که یکی از آنها به هندوستان کوچیده در آنجا ویدها را تالیف کردند. گروه دوم در آسیای میانه و ایران شرقی زندگی می کردند و اوستا را آفریدند. مطابق معلومات سرچشمه‌های خطی در عصرهای 9-8 تا میلاد، طایفه آریایی ها را تقریباً در نصف قطعه آریایی از سرحد بین النهر تا شمال هندوستان و از اروپای شرقی جنوبی تا آلای سیبیر غربی زندگی می کردند. با قطار خلق‌های آریایی این دوره باختری ها، سوغدی ها، خوارزمی ها، پارت ها، ماد ها، فارس ها، خلق‌های سرانشین سکای ها، سکیف ها، سرمت ها، مساگت ها و خلق‌های دیگر ایرانی نژاد داخل شدند. در سرچشمه های تاریخی مردمی آریانا، دولتی پشتادیان و دولتی کایونیان، توران، دولتی افراسیاب، پادشاه باختری قدیم، دولتی سوغدی قدیم، دولتی خوارزمی بزرگ، دولتی ماد و خراسان اجداد آریایی نامبر شده است. اگر این ویدیو با شما معقول شده باشد، با کانال من ابونه شوید و این ویدیو را به دوستان خود فرستید تا که همه باخبر شوند.